آیا مسلمانان ادعا ندارند که کتاب مقدسشان با زبان عربی نازل شده و از هر گونه تحریف و دستبازی‌های بشری طول 14 قرن امین مانده است؟ مادام چنین است، چرا در این کتاب عربی کلمه‌های موجودند که طرز نوشت آن با قاعده‌های اساسی املای زبان عربی مطابقت نمی‌کند؟ برای مثال کلمه الحیات به جای الف با واو نوشته شده و در کلمه رضوان و حطام حرف الف نوشته نشده است. آیا در حقیقت این کتاب به همان گونه که در عهد اول خود بود به ما آمده رسیده است و یا وجود چنین خطاهای املایی از آن درک می‌دهد که این کتاب نیز مورد دستبازی‌های بشری قرار گرفته به تحریف و تبدیل دچار شده است؟ چرا اسب را پیش از عرابه می‌گذاریم؟ فرض کردیم که یک شخص آمریکایی معاصر آمده دعوا می‌کند که شکسپیر به زبان انگلیسی خوب نوشته نمی‌توانست. وقتی از او می‌پرسد که برای چی درباره شخصی که اساسگذار ادبیات انگلیسی میباشد چنین یک دعوای غریب میکند و میگوید چون که شکسپیر با شیوه و طرز نوشته است که ما انگلیسان امروزه حال آن را نمیفهمیم. حال کسانی که طعنه به قرآن میزنند که آن به قاعده های املای عربی مطابقت نمیکند نیز عیناً چنین است. این بیچاره خبر ندارد که قاعده های املای عربی تنها چند عصر بعد از نازل شدن قرآن تشکل یافته است، زیرا عربها در اول عهد اسلام از طرز نوشت و حسن خط نه آنقدر بلد بودند و پیش از اسلام نوشتن و کتابت میان آنها آنقدر شایع نبود. در این باره مورخ نامور ابن خلدون در کتاب مقدمه خود چنین میگوید: خط عربی در آغاز اسلام به حد اتقان و جودت نرسیده بود، از بس که عربها از تمدن و سازندگی دور بودند آن حتی تا به حد میانه هم نبود. سپس با مرور وقت خط و نوشتن انکشاف یافت و پیشروی دید و آن زمان که عربها صاحب ملک شدند و کشورهای دیگر فتح و زیر سلطه عربها وارد شدند و به کتابت و نوشتن احتیاج پیدا گردید، عربها به خط و سواد روی آورده به انکشاف آن کمر بستند. همین طور خط و کتابت خوبی یافت و بر کمال رسید، خصوصا در بصره و کوفه به درجه اتقان رسیده بود. چگونه رسم عثمانی ثابت میکند که قرآن از تحریف و دستبازی ها سالم مانده است؟ عجابت کار در آن است که همین رسم عثمانی که به گمان برخی از خطاهای املایی خالی نیست، باعث کلمه به کلمه محفوظ گشتن قرآن از تحریف و دستبازی ها و امین ماندن آن بوده است. دستخطهای قدیمی قرآن که امروز موجودند این حقیقت را ثابت می‌سازند. برای مثال دستخط برمنگهام که از روی مسح کربانی که درستکاری آن به 95% برابر است معین نموده است که آن از قدیمترین دستخطهای قرآن به شمار رفته. نگارش آن تقریبا به سالهای 570 و 645 میلادی راست می‌آید، یعنی به زمان راست می‌آید که در آن رسول خدا صلی الله علیه و سلم عمر دیده بودند. این معنای آن را دارد که نگارنده دستخط مذکور احتمال می‌رود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم را دیده با آن حضرت صلی الله علیه و سلم همزیستی داشته است. دیده می‌شود که این دستخط به تمام با آن مصحفی که ما از آن کار می‌گیریم مطابقت می‌کند. در این دستخط همان رسم عثمانی رعایت گردیده، در آن کلمه‌های الصلاة و الزکات مثل مصحف‌های امروزی ما با واو نوشته شده. بالاتر از این محقق معروف محمد مصطفی اعظمی در کتاب خویش به نام متن ماندگار قرآن در طول قرنها نمونه سوره اسراء را از 19 دستخط که به قرنهای مختلف از عصر اول تا عصر 15 هجری مربوطند گردآوری کرده است. همه این دستخطها نوابسته از گذشت قرنها با هم مطابقت دارند. برای مثال به اول 2 آیت این سوره که از دستخطهای گوناگونند و حالا پیش نظرتون ببینید بنگرید. کار تنها به حد آیاتها منحصر نبوده بلکه کلمه‌های جداگانه نیز چنین میباشند. این چنین محقق تاریخ مصحف‌ها مارین وان پوتن ضمن تحقیق خویش میان 15 دستخط که اغلب آن به عصر اول هجری تعلق دارند طرز نوشته کلمه نعمت را با تاء مربوطه و یا تاء مفتوحه مقایسه گذرانده به خلاصه آمده است که این دستخطها در رسم هر کلمه یکسان میباشند به استثنای تنها 2 کلمه. سپس در نهایت تحقیق به چنین خلاصه رسیده است که این اتفاق در رسم یک کلمه در همه نسخه ها دلالت بر آن میکند که همه این دستخط ها از یک نسخه اصلی برداشته شده اند. از اینجاست که همه شرقشناسان قرآن شناس به یک زبان شهادت بر آن میدهند که متن قرآنی از زمان مصحف نخستین حضرت عثمان رضی الله عنه تا مصحف امروزی ما یکسان و یک رنگ میباشند. مثلا شرقشناس اسکاتلندی ویلیام مایر که به تعصب خود بر ضد اسلام معروف است چنین میگوید: رسم عثمانی تا زمان ما بدون تحریف رسیده به یک عنایت تام نگهداری شده است، زیرا یگان فرقیت دارای اهمیت دیده نمی شود.
از این لحاظ میتوان گفت که میان نسخه های بیشمار قرآن که در سرتاسر دولت خلافت اسلامی نشر شده است تقریبا یگان فرقیت وجود ندارد. بعد 4 عصر وفات محمد با کشته شدن خلیفه مسلمانان عثمان فرقه های پدید آمدند، ولی میان آنها قرآن یگانه و یکسان باقی ماند. آنها همه در هر عصر و زمان تا حالا کتاب یگانه مقدس را به کار میبرند. این چیز دلیل قاطع بر آن است که حالا به دست ما همون متن دقیقی هست که با فرمان خلیفه عثمان گردآوری شده است. دیگر کتاب در عالم وجود ندارد که طول 12 قرن با چنین دقیقی محفوظ مانده باشد. محقق دیگر قرآن شناس طارق حج این خلاصه را تایید نموده چنین میگوید: از عصر 19 تا حالا حتی سرکشترین شرق شناسان به درستی متن قرآن شک ندارند، بلکه بسیاری از آنها بعد از آن که به کتاب‌های تاریخ و حدیث شبهه کردند در حال به متن قرآنی آیید به توصیف حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجعت نمودند، زیرا به اندیشه آنها قرآن حجت یگانه درست و همزمان محمد صلی الله علیه و سلم میباشد. حتی ویلیام مایر نیز با وجود دشمنی بر اسلام باره هم به آن که قرآن همزمان پیامبر صلی الله علیه و سلم است شبهه نکرده است، بلکه در این بابت سخنی مشهور دارد. او میگوید: ما باور داریم که قرآن کلام محمد است، چنانه که پیروان محمد باور دارند که آن کلام الله می باشد. یعنی با وجود دشمنی بر اسلام اندیشه تحریف و دیگرگون شدن قرآن اصلا در ذهن او وجود ندارد. به همین معلوم می شود که آن چیز از نگاه اول یک شخص آن را دلیل بر ضد درستی قرآن می شمارد، ناخست به دلیل و حجت بر ثبوت و درستی قرآن تبدیل می یابد. اما این چیز تنها یک بخش مسئله است. پس صورت کامل مسئله چیست؟ یعنی قرآن به ما چگونه رسیده است؟ وقتی شما در قرآن آیتی و السماء بنیناها بأید را میخوانید، همان گونه که نوشته شده است کلمه بأیدین با دو یا تلفظ نمیکنید، بلکه آن را طور معمول به یک یا میخوانید. چرا؟ چون که قرآن میان این امت از نسل به نسل به طور دهانی نقل شده نگهداری شده است. هر خواننده قرآن آیاتهای آن را کلمه کلمه با حرکت و سکنات آن همان گونه که از استادش میشنود از خود نموده تلفظ میکند. سلسله نقل و روایت آن تا به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیوست میباشد. اگر فرضاً قرآن به شکل نوشته شده نباشد، طریقه از یک نسل به نسل دیگر نقل شدن آن تنها با راه شنیدن و در سینه ها نگه داشتن میماند و بس. از این رو مسلمانان قرآن را با راه حفظ کردن در مدرسه ها و اجازت قاریان از خود میکنند. بنابراین قرآن به یک صفای تام در سینه مسلمانان چنان محفوظ است که بر اثر آن شرق شناسان اشدی نیز اعتراف بر آن میکنند که این قرآن واقعا هم از زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است. بیشتر از این، نه تنها متن قرآن از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تا ما بدون یگان تغییر رسیده است، بلکه رسم آن هم به دیگرگونی تا ما آمده است. بعد این همه شخص منکر و سرکش باز به کدام دلیل چنگ میزند؟ این گفته های ما اگر به چیزی دلالت میکند، بیشک همان آیت کریمه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون تصدیق می نماید. یعنی میبینیم که خداوند کتاب خودش را طول تاریخ با راه تلاوت متواتر که نقل دقیق و رسم ثابت با مضامین اعجاز آفرش محفوظ و ثابت نگه می دارد. هر آیت به این اعجاز قرآن شهادت می دهد: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.